نفهمیدم نگوید نشنیدم نگوید شعله گلخوجه هستم با سرخط اخبار امروز 18 اپریل که همه شما را بعد از 2 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی منتظریم. در انتظار باران بودیم اما برف بارید. برف غیر انتظاری شام گذشته در تاجیکستان سرنوشت میوه و سبزیجات را زیر سوال برد. حیات بعد دیپورتاسیون از روسیه زندگی مهاجران سابق در وطن هم چندان شیرین نبوده است. بالاخره با فرمان دونالد ترامپ مقامات بلندپایه امریکا با کره شمالی ملاقات کردند. یعنی یک بحران جهانی رفع شد. کی میگوید که معتاد روی بازگشت ندارد؟ نفری که در زمان جنگ شهروندی نشمن شده بود اکنون زندگی سالم را انتخاب کرده و کودکان را تمرین میدهد. پیشوازی با تنتنه پهلوان تاجیک استوپیریان بعد 10 روز پیروزی در انطل با مدال طلا به نزد خانواده‌اش و پسر 9 ماهش برگشت. بعد از 2 ساعت دیگر ما را در پخش مستقیم رادیو آزادی ویدیو یوتیوب کانال مخصوص ما در یوتیوب منتظر باشید.